بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما عزیزان بودم، مطالبی رو در مورد اجزا و قسمت‌های مختلف خانه کعبه از نظر شکل ظاهری رو خدمت شما عزیزان توضیح دادم. در جلسه امروز می‌پردازیم به تاریخچه بنای خانه کعبه، که خانه کعبه از چه زمان بنا شده، توسط چه کسانی بنا شده و در چه زمانهایی تجدید بنا شده و هر بنایی در هر زمانی که اتفاق افتاده چه ویژگی ها و چه تفاوت هایی رو با بنای قبلی داشته. انشاءالله این موارد رو در این جلسه خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد. در مورد این که خانه کعبه نخستین خانه‌ای هست که برای عبادت الله متعال بنا شده، هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. تاریخ خانه کعبه قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام هست. حتی در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه، قبل از این که ایشون خانه کعبه را بازسازی بکنند، خانه کعبه وجود داشت. و بدین خاطر هست که بسیاری از علما معتقدند که اولین بنای خانه کعبه توسط ملائکه بوده، یا برخی دیگر از علما میگویند که توسط حضرت آدم علیه السلام و حوا اتفاق افتاده، یعنی نخستین بانیان خانه کعبه آدم و حوا بودند. منتها در این زمینه شاید روایات 100% صحیحی که بشود مورد بر آنها اعتماد کرد وجود نداشته باشه. اما این نقطه که خانه کعبه قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام وجود داشته، در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. به طور مثال الله متعال در سوره ابراهیم در آیه 37 می‌فرماید که وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام فرزندش را اسماعیل و هاجر را برای اولین بار به سرزمین مکه برد و به حجاز برد، در اونجا وقتی که زن و فرزندش را گذاشت و میخواست که بر بگردد، این گونه دعا کرد: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگارا، من زن و فرزندم را در یک وادی لم یزرع بدون آب و علف در کنار خانه حرامت، در کنار البیت المحرم، بیتک المحرم، من زن و فرزندم را گذاشتم. معلوم می شود که حتی در آن زمان خانه کعبه وجود داشته، بیتی وجود داشته، مکان و جایگاهش برای حضرت ابراهیم علیه السلام مشخص بوده که در همان دوران کودکی اسماعیل، که اسماعیل و مادرش هاجر را حضرت ابراهیم علیه السلام برد و در سرزمین مکه رها کرد، دعا کرد که پروردگارا، من زن و فرزندم را در کنار خانه ات رها کردم، در یک وادی لم یزرع و بدون آب و علف. پس بنابراین در زمان کودکی حضرت اسماعیل علیه السلام که برای نخستین بار در مکه رفتن، خانه کعبه قبل از آن وجود داشت، منتها
خانه‌ای بود که ویران شده بود به خاطر سیل و باد و بارانی که اومده بود، به صورت کلی از بین رفته بود و حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام نخستین کسانی بودند که بعد از بنای اول اومدند خانه کعبه را دوباره در واقع بازسازی کردند. در این زمینه روایتی هست در صحیحین از حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه که میگوید که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند که ای مسجد وضع فی الارض اولا، اولین مسجد و عبادتگاهی که در روی زمین بنا شده کدام مسجد هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که المسجد الحرام، مسجد الحرام هست، این اشاره به خانه کعبه هست. ابوذر سوال کردند ثم ایو، بعد از خانه کعبه و مسجد الحرام بعد از آن کدام مسجد بنا شده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که المسجد الاقصی، دومین عبادتگاه مسلمانان و موحدان روی زمین مسجد الاقصی هست. ابوذر پرسید که یا رسول الله در میان بنای کعبه و بنای مسجد الاقصی چند سال فاصله وجود داشته؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند 40 سال فاصله بوده. پس بنابراین نخستین بنای خانه کعبه بنایی هست که یا فرشتگان یا حضرت آدم و حوا در واقع بنا کردند و بعد از آن ابراهیم و اسماعیل اومدند بر همان جایگاهی که قبلا بنا شده بود و خراب شده بود و پایه هایش هنوز وجود داشت اومدند و خانه کعبه رو در واقع بازسازی کردند. الله متعال داستان بنای کعبه را یا به تعبیر دقیق‌تر بازسازی کعبه را توسط حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزندشون اسماعیل علیه السلام برای ما بیان کرده در قرآن کریم. الله متعال در سوره بقره اشاره دارد به این جریان و داستان و می‌فرماید که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، بیاد آور آن زمانی را که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه کعبه را بالا آوردند. یعنی قواعد و پی و پایه های خانه کعبه وجود داشت، منتها چون که ساختمان خانه کعبه خراب شده بود الله متعال به حضرت ابراهیم و اسماعیل دستور داد که این خانه را بازسازی بکنند. در یکی از مرتبه هایی که حضرت ابراهیم علیه السلام اومده بود که به زن و فرزندش در مکه سر بزند، بعد از این که آنها را آورد در این زرزمین لم یزرع، این ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آنها را در این وادی لم یزرع و بی آب و علف رها کرده بود. بعد از آن که حضرت اسماعیل علیه السلام بزرگ شده بود، در یکی از دیدارها و ملاقات‌هایی که ابراهیم علیه السلام داشت گفت که الله به من دستور داده که قواعد بیت را، پایه های این خانه را من بلند بکنم و بسازم و تو هم با من همکاری بکن. این بود که الله متعال این جریان رو در قرآن کریم در واقع بیان می کند و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، بیاد آور آنگاه را که ابراهیم با همکاری اسماعیل قواعد و پایه های خانه کعبه را بالا آوردند و این گونه دعا می فرمودند که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. در هنگام بنای کعبه آنها دعا می کردند پروردگارا این عمل را از ما بپذیر زیرا که تو شنوا و دانا هستی. این نخستین بنایی هست که یا تجدید بنایی هست که در تاریخ اتفاق افتاده بعد از بنای اولی که توسط فرشتگان یا توسط حضرت آدم علیه السلام و حوا در واقع انجام شده بود. ویژگی هایی را که بنای حضرت ابراهیم علیه السلام داشت و اون پی اصلی را که در واقع وجود داشت، حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزندش اینو بنا می‌کردند و در هنگام بنا این دعا را می‌کردند که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ویژگی هایی که در مورد بنای ابراهیمی اومده که نخستین بنا یا تجدید بنا هست در تاریخ بشریت، حضرت ابراهیم علیه السلام طول خانه کعبه را 9 ذراع قرار دادند.
یعنی وقتی که دیوارهای خانه کعبه را برافراشتند، از روی پی و پایه‌ای که وجود داشت 9 ذراع اینو در واقع بالا بردند که چیزی حدود 4 متر یا حدود 4.5 متر در واقع هستند. یعنی طول دیواری رو که حضرت ابراهیم علیه السلام بلندیش رو و ارتفاعی رو که در واقع ساخته بودند 9 ذراع بود که چیزی حدود 4.5 متر می شود. و طولی رو که حضرت ابراهیم علیه السلام که خانه کعبه رو ساختند که در ابتدا عرض کردم در جلسه گذشته که به صورت مستطیل شکل بوده، این قسمتی که الان هست و به صورت مربع هست، این بر اساس پایه های بنایی هست که در زمان جاهلیت و قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع بنا شده. طولی رو که حضرت ابراهیم علیه السلام در جهت دروازه خانه کعبه در واقع قرار دادن چیزی حدود 30 ذراع بود. 30 ذراع یعنی تقریبا نزدیک 15 متر در واقع بود که حضرت ابراهیم علیه السلام اینو قرار دادن و عرضش را 22 ذراع بود. عرض خانه کعبه یعنی این فاصله که در میان حجر اسود هست و رکن قبلیش یعنی رکن یمانی، این چیزی در حدود 12 ذراع بود که 11 متر تقریبا می شود که امروزه هم همون قسمت هست و بیشتر نشده. یعنی این قسمت رکن یمانی رو وقتی ما نگاه میکنیم تا گوشه‌ای که دروازه خانه کعبه هست و حجر اسود هست 11 متر و 52 سانت هست و طرف دیگرش که حتیم هست 11 متر و 28 سانتی متر است. در این قسمت تقریبا هیچ گونه تغییری ایجاد نشده در خانه کعبه، اما در قسمت طول خانه کعبه قبلا عرض کردم که زمانی که مشرکان مکه قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه کعبه را بنا می‌کردند، پولشان و هزینه‌ای را که از مال حلال جمع‌آوری کردند کم بود و نمیتونستند که تمام خانه کعبه را بازسازی بکنند. به این خاطر این قسمت را جدا کردند و تحتیمش کردن که الان این قسمت اسمش هست حتیم و اون رو جدا کردن از خانه کعبه و یک دیواری رو کشیدن به عنوان حجر که الان اسمش هم یک از نامه‌هاش حجر هست، یعنی منطقه ممنوعه، دیواری که در اینجا کشیده شده و به عنوان حصار در واقع هست. و خانه کعبه در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام خانه‌ای بوده که بدون سقف بوده. این ابراهیم علیه السلام در واقع سقفی رو برای خانه کعبه بنا نکردن، تنها دیوارهای خانه کعبه رو بالا بردن، اون گونه که الله متعال در قرآن کریم این داستان رو بیان کرده و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. کاری که ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام کردن این بود که دیوارهای خانه کعبه رو برافراشتن اما سقفی بر روی خانه کعبه نگذاشتن. این نخستین تجدید بنای خانه کعبه هست. ما میدونیم که سرزمینی که خانه کعبه در آن وجود دارد سرزمینی هست که پایین هست و آبهایی که در مکه مکرمه هستند تقریبا مسیرشون در اون قسمت به طرف خانه کعبه هست. بدین خاطر در طول تاریخ بارها و بارها خانه کعبه در واقع در معرض سیل قرار گرفته و ویران شده. قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم، تقریباً 5 سال قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم، بر اثر سیلاب‌هایی که اومده بود خانه کعبه در واقع نزدیک بود که فرو بریزد، قریش اومدند و تصمیم گرفتند که خانه کعبه را تجدید بنا بکنند. وقتی که خانه کعبه را می‌خواستند تجدید بنا بکنند، همون ساختمانی که در حال ریزش بود اما هیچ کس جرأت نمی‌کرد که به خانه کعبه دست بزند و بیاند خانه کعبه رو خراب بکنند. ابو وهب ابن عمر گفت که ای قریش، بیایید اموال حلالی رو که دارید برای بازسازی خانه کعبه بیارید. هیچ کسی مال ربا را یا مالی رو که غصب کرده مال دیگران هست، مال حرامی هست، چون این مالی رو برای خانه کعبه نیارید. خانه کعبه قداست دارد و صرفاً باید مال حلال در اینجا استفاده بشود. خب وقتی که تصمیم گرفتند برای بازسازی خانه کعبه باید خراب می‌کردند ابتدا خانه کعبه را، دیوارهایی رو که در حال ریزش بود و فرسایش داشت، ترسیدند که این کار رو انجام بدن. ولید ابن مغیره اومد گفت که من ابتدا این کار رو شروع می‌کنم و رفت در قسمت در میان دو تا رکن، در میان رکن که حجر اسود هست و رکن یمانی، از اینجا شروع کرد یک مقداری رو خراب کرد
و مردم صبر کردند، گفتند که اگر ولید ابن مغیره یک شبانه روز صبر بکنیم، اگر که چیزیش نشد، اون وقت ما میدونیم که الله متعال در واقع به این کار راضی هست و بعد از آن ما میرویم و خانه کعبه رو خراب میکنیم و دوباره بازسازی میکنیم. و این کار هم انجام گرفت. یک شبانه روز صبر کردند. بعد از اینکه دیدم که ولید ابن مغیره در واقع فردایش صحیح و سالم هست، همه اومدند و خانه کعبه رو در واقع سنگ‌هایی که رو هم گذاشته بود اینها رو در واقع کنار زدند و از سر نو تا همون بنیانش رسیدند، تا پیهایی که در واقع وجود داشت و بیشتر از اون یعنی توی زمین در واقع حفر نکردند، روی همون اساس و پیی که بود تا اونجا رسیدند و اموال حلال رو وقتی که جمع کردند برای بنای خانه کعبه، دیدند که اموالشون کم هست، سرمایه زیادی رو نداشتند که تمام خانه کعبه رو در واقع تعمیر بکنن و از قسمت شمالی خانه کعبه تقریبا حدود 3 متر را جدا کردن. حدود 3 متری که امروزه جدا هست و به عنوان حتیم هست، این قسمت رو جدا کردن و یک دیواری در اونجا کشیدن تا اینکه مشخص بشود که این قسمت جزو خانه کعبه بوده. این قسمت جزو خانه کعبه بوده و کسانی که طواف میکنند حتما باید پشت این دیوار طواف بکنند. طوافی که در داخل باشه از وسط کعبه و حتیم کسی عبور بکند، این طوافش در واقع معتبر نیست و طواف شمرده نمی شود. قبلا هم عرض کردم این حدیث رو که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سوال کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایت صحیح هست در صحیح بخاری و مسلم، سوال کرد که چرا این قسمت خانه کعبه را جدا کردند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که قریش نفقه نداشتند، هزینه بنای تمام خانه کعبه را که حلال باشد، از اموال حلالشون باشد نداشتند و اجباراً اومدند و این قسمت را از خانه کعبه در واقع جدا کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر قوم تو، اشاره می‌کند به قوم قریش، ای عایشه اگر قوم تو تازه مسلمان نمی بودند، من خانه کعبه رو خراب می‌کردند، بر اساس بنای ابراهیمی دوباره اون رو بازسازی می‌کردند. ویژگی که بنای ابراهیمی داشت این بود که در واقع کل این قسمت رو در بر گرفته بود، چیزی به عنوان حجر یا حتیم در واقع وجود نداشت. کل این قسمت جزء خانه کعبه بود و 2 تا دروازه داشت، یکی از دروازه شرقی که امروزه هم سر جای خودش هست و دروازه غربی بود در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام. زمانی که قریش اومدند و خانه کعبه را بنا کردند، این تغییرات رو ایجاد کردند، یعنی از قسمت شمالی خانه کعبه حدود 3 متر رو کم کردند، زیرا که نفقه و هزینه کامل نداشتند. این قسمت اتفاق افتاد و تغییر دیگری که در خانه کعبه آوردند این بود که خانه کعبه رو دروازهش رو بالا بردند. قبلا دروازه خانه کعبه بر روی زمین بود و هر کسی میتونست به راحتی وارد بشود و 2 تا در داشت، یکی از طرف مشرق و دیگری از طرف مغرب بود که از این در مشرق وارد میشدن، از در دیگر در واقع خارج میشدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر قوم تو تازه مسلمان نمی بودند، من این خانه کعبه رو خراب میکردم، دوباره بر بنای ابراهیمی بناش میکردم، هم این حتیم را و حجر را اضافه میکردم و هم این که دروازه را روی زمین نصب می‌کردم و هم این که 2 تا دروازه برایش در واقع قرار می‌دادند. و قریش وقتی که خانه کعبه را بنا کردن این تغییر رو آوردن، یک قسمتی رو کم کردن زیرا که مالشون کافی نبود و دروازه غربی خانه کعبه رو مسدود کردن، دیوار کشیدن و دروازه شرقی خانه کعبه را از زمین در واقع حدود 2 متری بالاتر بردن، به خاطر اینکه هر کسی رو که دلشون بخواد وارد خانه کعبه بکنند، هر کسی در واقع نتواند که به راحتی وارد خانه کعبه بشود. و یکی دیگر از تغییراتی که در خانه کعبه آوردن در ارتفاع خانه کعبه بود. قبلا عرض کردم که در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام ارتفاع خانه کعبه چیزی حدود 4 متر تا 4.5 متر بود، 9 ذراع بود. اما وقتی که قریش دوباره بازسازی کردند، خانه کعبه را 2 برابرش کردند، یعنی 18 ذراعش کردند.
18 ذراع، یعنی چیزی در حدود 9 متر در واقع ارتفاع خانه کعبه را بالا بردن. این 2 تا بنا هست. بنای اولی که عرض کردم توسط فرشتگان یا حضرت آدم اتفاق افتاده، بازسازی اولش در زمان حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام، بازسازی دومش در زمان قریش بوده 5 سال قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم، با تفاوتی که این 2 تا بنا با هم دیگر داشتند که مفصلا خدمت شما عزیزان بیان کردم. تا برنامه دیگر که باز هم در مورد تاریخچه بنای کعبه خدمت شما خواهم بود، شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة